زولبیا بهتون یاد بدم که دستورشو فقط خود قنادیا دارن. توی اینستا هم نیست، فقط هم با 3 قلم مواد درست میشه. برین درستش کنیم. اول از همه آرد و بیکینگ پودر رو با هم مخلوط میکنید، آب رو اضافه میکنید و هم میزنید. باید غلظتش مثل ماست باشه. بعدم زعفرون رو اضافه میکنید برای اینکه یکم خوش رنگ تر بشه. یه قطره رنگ خوراکی نارنجی هم بهش اضافه میکنید که خود قنادیان بهش میزنن. بعدم نیم ساعت داخل دمای محیط میذارین تا استراحت کنه و بعد داخل قیف یه بار مصرف میریزید. روغنتون که حسابی داغ شد به این صورت داخل روغن میریزین. هر طرفش باید 5 دقیقه سرخ بشه و نباید زولبیاتون نرم باشه. وقتی کامل هر دو طرفش سرخ شد بذارین داخل شربت بار. به همین راحتی یه زولبیای خوشمزه دارین.